درود تماشابینان عزیز، خلاصه خبرهای مهم جمعه 16 اپریل تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. در این برنامه ضرب الاجل روسیه به کشورهای اسنگ تا 15 ایون مهاجرانتان را بیرون میکشید. مراسم پرشکوه افتتاح اتاق کاری سازمان اونگارد در نورک، مرگ فاجعه‌ای دو طفل خردسال در ناحیه رودکی. در روشان معلمه مکتب را برای تجلیل زودروزش جریمه بستند. کشتی صدرالدین عینی در اقیانوس آرام. 70 سال مبارک شعر صحنه تاجیک شیرعلی عبدالقیسوف. و اکنون تفصیلات خبرها. معاون اول وزیر کارهای داخلی روسیه الکساندر گاراوی روز 16 اپریل در جلسه مجمعی بین پارلمانی کشورهای اسنگ از مقامات این کشورها دعوت کرد که تا 15 ایون مهاجران غیر قانونیشان را از روسیه بیرون بکشند، وگرنه روسیه مجبور بشود که دست به چاره‌های جوابی زده حتی مرزهایش را ببندد. همکسبان، من میخواهم به شما با یک خواهش مراجعت کنم. شماره بزرگ از شهروندان شما که امروز در کشورهای من قرار دارند غیر قانونی در اینجا به سر میبرند. اگر ما این مردم را طبق فرمان پرزیدنت تا 15 ایون بیرون نکشیم، این مردم میتوانند مجازات شوند و حتی از روسیه بیرون انداخته شوند و مرزها بسته شوند. اظهار داشت گاراوی. خطاب به اهل جلسه و از مقامات کشورهای اسنگ خواست برای حل این مشکل مطبوعات و بلاگرهای محلی را هم جلب کنند. گاراوی وعده داد که تا 15 ایون نسبت به مهاجرانی که در روسیه غیر قانونی قرار دارند یگان خیل جزا استفاده نخواهد شد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین از آغاز پاندمی در بهار سال 2020 فرمانی برآورد که طبق آن شهروندان خارجی که به سبب پاندمی کرونا ویروس در روسیه درماندند می توانند بدون مشکل اینجا بمانند. این فرمان پوتین هر 3 ماه تمدید کرده می شود و بر اساس فرمان آخرین او زمان بود و باش بدون مجازات مهاجران خارجی در روسیه تا 15 ایون تمدید کرده شده است. بنا به آمار وزارت کارهای داخلی روسیه در حال حاضر در قلمرو کشور بیش از 1 میلیون از شهروندان کشورهای اسنگ غیر قانونی قرار دارند، از جمله 332,000 شهروندان ازبکستان، 247,000 شهروندان تاجیکستان، 152,000 شهروندان اوکراین، 120,000 از آذربایجان، 115,000 نفر از قرقیزستان، 61,000 شهروندان ارمنستان و 49,000 نفر از قزاقستان. جمع مهاجران خارجی در روسیه را حالا بیش از 2 میلیون نفر رقم میزنند. تا شروع پاندمی در روسیه بیش از 10 میلیون مهاجر خارجی از جمله بیش از 1 میلیون نفر از مهاجران تاجیک کار و زندگی میکردند. طلب بیرون کشیدن مهاجران خارجی از روسیه در حالی است که از 1 اپریل روسیه به پروازهای هواپیماها از تاجیکستان اجازت داد و مقامات مسکو اخیراً اعلام کردند که به دلیل کمبودی نیروی کاری در ساختمان‌های پایتخت روسیه می‌خواهند نمایندگی مرکز مهاجران سخاروف را در تاجیکستان هم تأسیس بدهند. روز 12 اپریل در شهر نورک مراسم پرشکوه افتتاح اتاق کاری گروه جوانان اونگارد دایر شده است. بنا به اطلاع رسمی، اتاق کاری اونگارد در مرکز شهر نورک واقع بوده با شرایط لازمی تامین می باشد. برای اشتراک در این مراسم یک هیئت بلندپایه از دستگاه مرکزی وزارت کارهای داخله با شمول سردار وزارت کارهای داخله پالکوونیک میلیتسیا بخاریزاده، معاون رهبر دستگاه وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان پالکوونیک میلیتسیا عمرجان امامعلی، رهبر گروه جوانان اونگارد قادروف و چندی از جوانان فعال گروه به شهر نورک سفر کردند. آنها در مراسم افتتاح اتاق کاری اونگارد جوانان را آینده ملت و خزینه طلایی دولت نامیده از جوانان نورک خواستند که با کار و پیکار نجیبانه و عاقلانه خود سزاوار باوری پیشوای ملت باشند. اونگارد یک سازمان نزدیک به برخی دایره های وزارت کارهای داخلی تاجیکستان است که سال 2015 تأسیس یافته است و به گفته فیروز قادروف یکی از رهبران کنونیش تا امروز 22,000 نفر عضو دارد. اخیراً رادیوی آزادی
در یک گزارش تحقیقاتی نوشت با وجود چند سال فعالیت و داشتن هزاران عضو، اوانگارد تا حال رسما در وزارت عدلیه ثبت نام نشده است. اعضای اوانگارد از جانب مقامات در چاره‌بینی‌های سیاسی چون تشکیل گردهمایی‌ها در نزد دفترهای سفارت‌های خارجی و سازمان‌های بین‌المللی در دوشنبه با طلب به تاجیکستان سپردن رهبران فراری مخالفان تاجیک و قطع پشتیبانی آنها فراوان استفاده می‌شوند. به گفته منابع آگاه، اعضای این سازمان با یک لعن قبیح به طرفداران مخالفین و همین طور به فعالان جامعه شهروندی و ژورنالیستان مستقل حمله می‌کنند. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که جسد دو دختر خردسال 5 و 4 ساله از یک خانواده ساکن دهه شباده جماعت اسمبای ناحیه رودکی را از دریای کوفرنهان پیدا کردند. این دو کودک نیمه دوم روز 14 اپریل تخمینا ساعت 15 غیب زدند و خویشاوندان ساکنان دهه جسد یکی از آنها را یک روز بعد روز 15 اپریل ساعت 14:30 تخمینا 20 کیلومتر پایین‌تر از منزل زیستشان در ساحل دریای کوفرنهان در نزد دهه گلبادام پیدا کردند. جسد دوم را ساعت 8 صبح 16 اپریل تقریبا 5 کیلومتر دورتر از دهه شباده در موضع نسیم کوسار نیز از ساحل دریا یافتند. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با نشر این خبر بار دیگر ساکنان را هشدار داده است که نسبت به فرزندان خود بی‌پروایی ظاهر نکنند. این فاجعه ما را وادار می‌کند با تکرار به ساکنان کشور هشدار دهیم کودکان را بی نظارت نگذارید. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بار دیگر از ساکنان خواهش می‌کند فرزندان نابالغ خود را بی نظارت و تنها نگذارند و سببگار فاجعه‌های مدهش در خاندان خود نشوند. بنا به حساب کمیته ایالت‌های فوق‌العاده از اول سال جاری در تاجیکستان 16 نفر از جمله 4 کودک نابالغ در آب غرق شدند. سال 2020 در کل دریاهای تاجیکستان 107 نفر غرق شدند که 33 نفر یا 3.8% این قربانیان نابالغان سنش از 4 تا 17 ساله بوده است. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاکید می‌کند که اکثر این نابالغان به سبب آنها را به نظارت گذاشتن والدان جان خود را از دست دادند. دادگاه ناحیه روشن آموزگار مکتب رقم 7 دهه باروشان نظر خاتون غلام قادرova و آوازخوان محلی محمد عطا دولت نظرов را با جرم ویران کردن طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم و عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان جریمه بسته است. منبع این خبر مرکز مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان درباره حجم جریمه چیزی نگفته است. جریمه برای ویران کردن قانون تنظیم طبق ماده 481 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان از 50 نشان دهنده برای حساب یعنی از 3000 تا 6000 سامانی تشکیل می‌دهد. آموزگار 33 ساله مکتب که مادر 4 فرزند بوده است به آن گناهکار دانستند که برخلاف ماده 8 قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان عمل نموده 30 ژانویه سال 2021 با روزیگی دیرکتور مؤسسه تعلیمی مذکور و دعوت 45 نفر آموزگاران در آشخانه مکتب میانه رقم 7 ناحیه روشن با آراستن ضیافت جشن زادروزش را قید نموده است که آن برخلاف قانون بوده. جشنگیری زادروز عمل اختیاری بوده. گذرانیدن آن تنها در دایره عائله مطابق به قانون مذکور صورت میگیرد. زیاده از آن حقوق ویران کننده غلام قادرova به جشن زادروزش سراینده دولت نظرov را دعوت نموده است که آخرین در این جماعت خدمت رسانی نموده است. تاکید کرده است دادستانی کل دادستانی ناحیه روشن وابسته به این حالت نسبت غلام قادرova نظر خاتون و دولت نظرov محمد عطا رامی خدایویچ بر اساس قسم 1 ماده 481 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان
برای ویران کردن طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم و عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان پرونده حقوق ویرانکنی مأموری آغاز کرده دادگاه هر دو را در نهایت جریمه بسته است. در این اثنا از طرف پروکراتور ناحیه روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان به عنوان مدیر شعبه معارف امین ناحیه بهر برطرف نمودن قانون ویرانکنی ها و به جوابگری انتظامی کشیدن دیرکتور مؤسسه تعلیمی و آموزگاران در جشن زادروز شرکت داشته حجت اعتنایی پروکوروری ارسال نمود. سال 1976 در سراسر اتفاق سوویتی 100 سالگی صدرالدین عینی با شکوه تجلیل شد. در دایره این چون رمز احترام به خدمت‌های نویسنده تاجیک کوچه و یک قطار خیابان‌ها، مؤسسه و انشاءات به نام استاد عینی گذاشته شد. از جمله یک تپلخود نو فلات اقیانوس آرام نیز صدرالدین عینی نام گذاشتند. تپلخود صدرالدین عینی سالهای طولانی در بحر ژاپن شنا کرده است. آن هنوز هم در روی موجهای اقیانوس است ولی با نام دیگر. پس از پاش خوردن اتفاق سوویتی در روسیه نیز ملی کنونی نام انشاءات و مؤسسه ها آغاز شد و تپلخود صدرالدین عینی نام مریه را گرفت، ولی در یک پهلوی آن هنوز هم نوشتجات صدرالدین عینی نمودار است. روز 15 اپریل شیرعلی عبدالقیسوف یکی از هنرپیشه‌های خوشنام تئاتر و سینمای تاجیک به سن مبارک 70 رسید. شیرعلی عبدالقیسوف 15 اپریل سال 1951 در دهه دیرزود ناحیه روشانی ولایت مختار کوهستان بدخشان به دنیا آمده. سال 1968 مکتب رقم 8 دهه دیرزود و سال 1973 شعبه اکتیاری دراما و کینوی دانشکده پداگوژی دوشنبه را ختم کرده است. او برابر ختم دانشکده به تئاتر دولتی دراموی به نام لاهوتی به کار پذیرفته شد و اینک 48 سال باز در صحنه همین تئاتر هنرنمایی میکند. شیرعلی عبدالقیسوف همچنین از سال 1996 در دانشکده صنعت درس میدهد و مدیر کافدره مهارت اکتیاری را به عهده دارد. شیرعلی عبدالقیسوف در حیات اجتماعی نیز خیلی فعال بوده. در شبکه‌های اجتماعی و در مطبوعات در موضوعهای داغ روز همیشه اظهار نظر میکند. مقاله‌هایش نیز در رسانه‌ها زیاد چاپ میشوند. این بود چند خبرهای بیشتر را در سامانه بامداد پیگیری نمایید. خوش باشید.